12 سپتامبر 2022 ساعت 12:28 بعد از ظهر PNB راک همراه نامزدش استفانی وارد رستوران معروف راسکوز چیکن اند وافلز در جنوب لس آنجلس شد برای یک ناهار آروم. اما تا ساعت 1:23 اون روی زمین افتاده بود، در دریایی از خون خودش. زندگیش ناگهانی پایان یافت در جریان سرقتی که به شکلی وحشتناک اشتباه پیش رفت. این حمله مرگبار توسط یک پدر و پسر انجام شد. اون پسر تنها 17 سال داشت و همون کسی بود که ماشه رو کشید. تصاویر دوربین مداربسته دقایقی قبل از حادثه رو نشون میده که PNB راک با مردی دست میده که شبیه یک طرفدار به نظر میرسید و همین سوال رو به جا گذاشت: آیا این فقط یک سرقت اتفاقی بود یا PNB از همون ابتدا قربانی نقشه‌ای حساب شده بود؟